آرام باشه بچه، آرام. گوش کنید سردار، آخرین بار میگویم سلاحتان رو پرتوید. خیری، با این کار به جای نمیرسی. گوش کنید، مانید روم وگرنه رمه رو نزد تیمور رمان میکنم. شد خیری، من سلاحم رو میگذارم، بچه ها میگذارند. شما هم گذارید بچه ها، گذارید. نقص ولکن، سلاح ها را جمع کرده نزد من بیار. زودتر به اینجا گذار. شد اکنون رو از اینجا. پشه. خیلی خوب. اکنون جبهایتان رو کوبید، پلوهایتان رو برارید. چقدر که از برارید، زودتر. خیری احمق، من زده ای چی؟ ما کارمند دولتیم، چی خیل پول؟ احمق خواب، با من بازی نکنه. معاش رو دیروز گرفته، زود باشه. با خدا میپرونم. جمع کن. به ناموس هلاک شد، بچه‌ش را هم کشتم. الو، تبریک میکنم، توانستی؟ تو را رسا 1 ساعت پس در توقفگاه انتظار میشوم. فهمیدم. تماشابینان محترم، جای حادثه مثل دریای خون شده است. تکرار میکنم که نیم ساعت پیش رئیس ناحیه رو با فرزند 6 سالش وحشیانه به قتل رسانیدند. مخبر تو نامعقول کردی، دهشت خدا دستی. منظره خیلی جالب است. سلام، تبریک میکنم. تشکر. فیفی دختر جانی من، تو از فرخ و کلیش مرتر برآمدی. من میفخرم. حقان، پلها را جمع کن، زود باش. نقص هنر مرا میکشد. مبلغ تحصیل نوربانو، مصرف خانه همه به کلی رفت. نگوید سردارم. کنی تو هم پولات رو برار. چی پینان میکنی؟ زود باش، زود. این رو بین، همش همین. خش شد، رو. تو برای این حرام خور نیستیم. با منت الله همین قدر میگیریم. حقان، بیا اینجا. سخن را با آدمی میفهمیدگی میگویند. ها سردارم، شما بزرگه، شما سخاوتمندید به خدا. سردارم، شما شاه هستید و مرا شاه کرده. همین قدر پول زیاد جمع شد. اگر به اینها میمونده مرا قرضدار میبرآورده. انا حاضر. بچه ها شما زخیم روید، زودتر باشید.
خوب هستی؟ تشکر سردار. سخت تو هم ترسیدم. خوب هستی؟ خوبم آقای نجیب. شکر که رسیدم اومدید. خیری نگو رزیست. و همون کارخانه اونجا سپردم. وعده کردم. گفتم که بعد به تو زنگ میزنم. برادر چه جور هستادی؟ این کی باشه؟ همه دو نگاب شد؟ برادرها قربان شما شوم التماس میکنم با من کمک کنید. چی گپ شد؟ چی کمک کنی؟ با عروسم خوراک میخوردیم. دیوانه ما رو دشنام کرد. بعد از دنبالم شد. با فکرم نشمند است برادرها. ارمان نکنه که ما خودمون حل میکنیم. تشکر. انا اومدی سواس انا. دوره دورا. ایسا کجا نشتبی؟ من پلیسم. تو پلیس نیستی قفا کرد. یک طرفش من پلیسم میگویم. رئیس را به آن دنیا فرستادیم. این راه دموکراتی نیست البته، اما در این کشور یک چند ماده دموکراتی زیادتی است، لیکن در ظاهر باید روش دموکراتی نشان داد. سردار مطمئنم در انتخاب آینده نامزدی نو همه را ماهرانه تازه خواهد کرد. این مردم از حد زیاد پر احساسند، چون این منظره را طاقت دیدن ندارند. از این مزیت باید استفاده کرد. بعد اجرای سوءقصد مردم را به کوچه باید برآورد. همایش را فردا هنگام جنازه برپا خواهیم کرد. پیش از این هم کرده بودیم، موفق شدیم. به این هم بچه های ما در سوریه در حالت آماده باشند. غوغا برداشتن کار ماست. راه عاقلانه یک تاست. ما هم با فیفی همین را میگفتیم. فیفی هم به این کار همیشه تیار است. بله سردار. در ادای جنازه از جانب حکومت حداقل وزیر اشتراک میکند. وزیر رسیده نرسیده همان زمان اعتراض سر می شود. خلق را به پا خیزانده وزیر را از آمدنش پشیمان میسازیم. حتی امکانی گریختن هم میدهیم و این منظره به آقای هلدون خیلی پسند میافتد. مردم را درست استفاده برده بر ضد حکومت اعتراض بیان کنند. این کار را چقدر واهمه اندازیم همان قدر خوب است. از اینجا علاج برآمدنش را یابیم، دوامش را راه اندازی میکنیم. با پرچم ها نمایش های اعتراضی نشان داده شهر به شهر میگردانیم. باز به همان روزهای خوب و دیرینه برمیگردیم. این کار آسان به دست آورده نمی شود. تجربه داریم. با آن نفری که استعدادش را تعریف کردی برنامه بنیاد کردیم. اعتراض ها را بر مقابلشان تشکیل کردیم. چی شد؟ از گریبانش گرفته به درون در آوردن. باز میلیون دیگر رفت. دیگرش آشکارا سخنهای بیهوده میراند. سخنهایمان را کسی نمیشنود. شنونده هم نداریم. برنامه هایشان هیجان ندارد. همش یک طرف استاد. شبکه تلویزیون از دست رفت. کدام موضوع را پخش کردن نمیدونم. آقای هلدون، تدبیر این مسئله را باید اندیشه کنیم. فیفی وقت خیلی کم مانده است. رقیبانمان پرزور شدند. انتخابات آینده امتیاز آخری نمان است. بهتر کار کنیم، یگان کار را به توکل نگذاریم. اگر دقتشان را به دیگر سو نبریم، دانید که شمال دعوا هممان را رفته میبرد. پس به من اجازه دهید سردار. به حیا گریخت. رانا آرام شو. تا دمی که خودم را چون پلیس معرفی کردم قریب پوشاند. چقدر آرام شوم. به سرم سلاح گذاشت. دست و پایم را بست. باز به حضور گریخته رفت. دهانی او را کی کشاده؟ همان چسبک برایش زیبنده بود. به خدا گوش کن. کاش که خیری تو را گرفته میبرد. 2 روز بعد زنگ زده میگفت که التماس مرا از این دختر نجات دهید. بس بین خودتان جنجال نکنید. صدقه سبب نجاتت شد.
کنه بینیم عمر ملخک خیری چقدر است. حالا بازی در پیش است. ملکه دخترم چه خیلی؟ خوبم پدر، رها یافتیم. اکای نجیب اومده خلاص کردن. حاضر خوبم. اکای نجیب؟ دخترم چه خیلی اکای نجیب؟ تو در کجایی؟ وای پدر در خونه رعنا. رعنا؟ همون روزنامه نگار سراغش رو با من ده؟ پدر من خوبم، آمدن تو شرط نیست. شما ناوید من خودم به نظرتون می آیم. دخترم به تو گفتم که نشانیش را ده. نشانه خانه گلشن رو در یاد دارید؟ در محله از آن بالاتر. تلفن رو خاموش میکنم. در کجاست؟ از خیری خلاص شده است. آدمان نجیب خلاص کردند. آدمان نجیب میگویی؟ همان وقتی گید هم در آنجا بود؟ اگر میگفتند که دختر آقای کبوتر با یک پلیس عادی عشق ورزی میکند باورم نمی آمد. حیات خیلی عجیب است. برای تو که دشمنی پلیس هستی پلیس دامادت می شود. آقای فاروق از دهانتان شمال برد. عروس مال کسی است که برد. من در فکر آنم که نو انگشته چی می گفته باشد و این چون این فکر دارم که اطرافیان شنوند چی می گویند. من حسابی کار رو می یابم، پروا نکنید. مالکا کی زنگ زد؟ پدرم اینجا اومدنی. چی؟ کاش که یگیت ناید. خدا نکند که با پدرت روی برای شود خوب نمی شود. بله بیا به درون درایم. بیچاره کودکی بیگناه تنها 6 سال داشت. این چی بیرحمی است؟ این چی بی ایمانی است؟ سلام، چه حال داری؟ خوب گویم هم می شود. شما چیکار کردید؟ خیری دستگیر شد؟ نه، گریخته رفت. چرا احوالات خیلی بد می نماید؟ در این وضعیت چطور می تواند احوالم خوب باشد؟ به درون درو. یگیت هم اومد. جورا جان تو کجا بودی؟ خیری رو باز از دست دادیم. پروا نکن دوستم. از یگان سوراخی البته پیدا می شود. پروا نکند؟ یگید قریب که من رو به قتل می رسونید. بعد از من خلاص می شدید. تشکر. آخر نجات یافتید. باز دیگر چی می خواهید؟ من را نگاه کن. خوب هستی؟ یگان گپ شد؟ جورا جان چی شد؟ بخیر است؟ صبح از تو درباره رئیس ناحیه پرسیده بودم. خیر چی؟ 2 ساعت پیش به قتل رسانیدند. همراه پسری 6 سالش. اخی نگویگید تو چیا گفت ایستاده ای؟ نپرسید سردارم، نپرسید. جسمی بیجان کودک از پیش نظرم دور نمی شود. همسرش باشد زار و حیران مانده است. عکسی همون شخص در دستی تو بود. از کجا دسترس کردی؟ به او تهدید میکردن. ناشناسی به من خبر داده بود.
ولی متاسفانه دیر شد. گوش میکنم محترم مدیر. حاضر خبردار شدم. بله محترم مدیر. خدا رحمتش کند. اطاعت. حاضر می آیم. بچه ها در امنیت ناحیه مجلس بوده است. من آنجا می روم. در مرکز با می خوریم. فهمیدم. اطاعت سردارم. خوش آمدید بچه ها. خوش باشید اپا. این دوست جانیم رستم. اپا اکنون باز چیکار میکنیم؟ اول در جنازه رئیس دست به سر زده اشک میریزیم. بعد تخمهای بوی گرفته را به سوی وزیر حواله میکنیم. اپا رستم هم رحمت را بسیار دوست میداشت. گروه جوانان را تشکیل کرده میتوانی؟ تشکیل میکنیم. مایلش پگاه به جنازه وزیر می آید. همه چیز رو تیار کنید. با آوازی بلند نیست بود مذهبی ها گویید. فهمو اپا. اگر این کار را به خوبی انجام دهید پس این توقف گاه از آن شماست. راست میگوید اپا؟ برای این گپتون هر چی خواهید میکنیم. اکنون شاهی عالم میشوید. بله مبارک شود. اکنون چی کار میکنیم؟ ما به امنیت میرویم. شما با درون در اومده استراحت کنید. نه نمیشود. از دیروز تو ایدم در خونه بودیم. من هم به جای کار میروم. از پس جستجوی جنایت کار میشوم. به فکرم مرا میکوبند. من پدرم رو انتظار میشوم. مرحمت نمایید. تا دیدم. تا دیدم. دخترم میرویم. تو در بین این گناه آدم ها چی کار میکنی؟ پدر التماس سر نکنید. یک لحظه. تو این گناه آدم ها گفته چرا در نظر داری؟ یکی التماس. یک لحظه. تو بر این آدم هایی که برای جمع کردن مال و مول به شهر آمدن، آنها در عاقل خانه ها کلان شدن، آداب را هم نمیدانند. آنهایی که چیزی را ندیدن و شرم ناکرده به دختران ما چشم علا میکنند. این چه خیل گپ؟ شما چه ها میگوید آدم شهری؟ پدر التماس از اینجا روید از اینجا. من چرا میرفتم آنها روند به غارهای برآمدهشان دوباره درآیند. ای خالته اخلاق به من نگاه کن. حاضر احوالت را بد میکنم. به این نگاه کن. از دهانت بوی شیر می آید. آینده شما از خود عاقل خانه سرچشمه میگیرد و در بوی انگیشت به ایتمام میرسد. به کدام احوالت خودت را به دختری من لایق میبینی؟ درست که من در ده کلان شدم و شاید بوی عاقل هم کنم. صد شکر که مثل تو بوی خون نمی کنم. اگر تو 40 شبانه روز در حمام شستشو کنی و از تر از سطیل اطراف پریز را ریزن هم بوی خون ناحق از بدنت نمی رود. خدایا همش عیبی من بس کنید آخر. اگر من در نظر تو بر اینها بوگی نمایم، ولی تو را تمامی وجودت، سریشتت، دلت بدبوی است. زیرا جنایت های کردت، پول های حرامی خوردت و تمام گناه هایت از دل و نیتی بدت سرچشمه میگیرند. شما چنینید. حیات زندگی ما را در روزنامه و مجله ها خوانده مثل سگ دم میلیکانید. هم نفرت میکنید و هم برای در قطار من جا شدن فرصت میجوید. یک به من نظر کن و یک به خودت نظر کن. چی گفتم را خوبتر میفهمی. خدایا من دیوانه میشم پدر. جورا جان راه گر رفتیم وگرنه حاضر کلاش را میبرم. اگر خلعتی زرین پوشی
تمام لباسهای اروپایی را ببر کنید. دانستم که در هر رشته آن حق یتیمی هست. ممدو رانا آخر یگان کار کنید. در همه میخانه و طربخانه های گران برای تو بر اینها باز است، اما در این مسجد برای تو بر این بی ایمان بسته است. جای تو بر این کبوترهای وحشی زیر پایه هیکل‌های فرعونی کوچه های اروپاست که آنجا دان میخورند. تو تنها پس زنی را میدانی. اگر گویم که بیا به طرف خانه رویم زود دومد را می جنبانی. دختری مرا دیدم پس همسرت را فروختی. نخود اینقدر زود مردنی حلیمه را در لباس عروسی فراموش کردی؟ ای رزیل، تو نام بوکی را به دهان افلاسات نگیر. بس کنید پدر، بس کنید. این چه خیلی گپ زنید؟ با زبانی که آنها میفهمند به همان زبان گپ زدم. راه گرد میرویم. من با شما نمیروم پدر. دیگر ملکه گفتنی دختر ندارید، فهمیدید؟ تو چه میگویی؟ تو احمق، قسم میخورم که من او را میکشم. روید از اینجا، روید پدر. چی شد؟ آقای کبوتر پدر با شما چی شد؟ نجیب، این حادثه را گویا گروه مذهبی به ذمه گرفته است، لیکن هر دویمان میدانیم که این کار انیختر است. من با شما هم فکرم. پیش از انتخابات آماده همایش اعتراضی بودند. این هم نشانه از کار دشمنان است. سردارم، آید جنایت یکون فکری اسناد داره، تحلیل در دست است. در اصل مسئله پیش آمد. یک امیر عرب میخواست سرمایه کلان پیشنهاد نماید. به همه معلوم است که سرمایه گذار جای بیخف را طلب میکند. این کار برای خلق و ملت عمل خیر به حساب میرود. پس این آن گروه را ناراحت میسازد. نمیخواهند که عرب ها سرمایه گذاری کنند، زیرا این کار برای رشد اقتصاد تکان جدی میرساند. این حالت افرادی را که سرمایه مانعی کار و بارشان میگردند ناراحت میسازد. نمیخواهند که امکانیت ها از دستشان بیرون رود. دائما منظره کثیفی به هم مانند. اینها همه یک ریشه دارند. میگویم که این حادثه را میتوان به چند راه شرح داد. میترسم که پگاه در جنازه یگان حادثه رخ میدهد. به همه معلوم است که اعتراض از نام گروهی مذهبی تشکیل می شود. سردار، پگاه همه چاره ها را دیده میبرویم. ها، باید بگویم با سردار امنیت ناحیه صحبت کردم. با توی یک دو نفری نو میدهیم. نقشه داریم که واحدهای کاری شما را هم زیاد کنیم. سردار، ما نه مرد مرتبه، بلکه مرد اجرای وظیفه ایم. چه امری که داده شود با جان و دل اجرا میکنیم. با اجازت شما. برای کار. خدایا یاری دهید، یاری دهید. پدر جان، چشم تو شد پدر جان. خدایا با شما چی شد آخه؟ یاری دهید. رفتیم. زودتر به ماشین سوار کنید، به دکتر بردن لازم. یاری ده. زودتر. یگید. آرام شو ملیکه، همش خوب می شود. شد، رفتیم. پدر جان، پدر. جورا جان خوب هستی؟ بسیار فکر نکن، آخر باید دیوانه نمیداند چی ها میگوید. یگید باز سکته دل شد چی بلا؟ احمق دیوانه گویا که دل هم داشته باشد. چرا جوغت محکم شد؟ دهانت رو کشو، یگون چیز بگو یقلم. گنده مردن ندارد، فکرش رو نکن. شاید او حق باشد، ممکن راست گفته باشد. من کی هستم دوستم؟ بگو کیستم؟ تو آن به حیا نیستی، همین بس است. شد جورا جان. مون رود. بیچاره خواتیر شد که ملکش در چه حال باشد. رانا، از برای خدا مانید شما. همه دردمان تمام شد و درد کبوتر موند. با فکرم مردهش از زندهش بهتر است. چی شد؟ نمیدونم، نخست همین خیلی شد. شاید سکته دل شده باشد. زود سنج دورا. دکتر بگوید حالشون خوب می شود. شما خانم خواتیر نشوید. هرچی از دستمان آید میکنیم. خدایا باز همین نمی رسید.
تو میبینی که به کدام احوال رسیدم. ببین حال زار مرا. من تو را خیلی دوست می‌دارم، اما تو ترک من کردی. اگر تو زنده می بودی من به این حال زار گرفتار نمی شدم. حلیمه، چرا مرا پرتافته رفتی؟ بگو چرا؟ ترک من کردی؟ از همه نفرت دارم. از آن نامردی رزیل نیز نفرت دارم. از همه چیز نفرت دارم. از همه چیز. از خودم هم. نفرت دارم. دکتر بگوید حالشون بهتر شد؟ جای خوفش نیست. خدایا بعد کمی به اتاق خواهیم گذاران. اگر کمی دیر میکردید پدرتون را از دست میدادیم. شکر. معلوم شد که پدرتون سکته جدی دیل شده است. او رو چیزی سخت به هیجان آورده است یا خیلی غمگین شده است؟ بله، یک حادثه ناخوشی روی داد. از این پس بودی خطر باشید خانم. نباید غمگین شود. اندکی غم میتواند او را سکته دیل کند. من شما رو فهمیدم. از این پس با دقت میشوم. از شما خواهشی شخصی دارم. از این پس گفته‌اش رو دون نکنید. حاضر ممکن است او رو ببینم؟ ممکن، اما پس از چند دقیقه. مایلش. آقای کبوتر با ملکه گپ زدم. باور کرد که شما سکته دیل شده اید. تشکر آیان جان. برای خلاصی او دیگر چاره نمانده بود. در بیرون میخواد شما رو بیند. مایلش در آید. ملکه خانم بفرمایید نزد پدرتون. تشکر دکتر. پدر. ملکه دخترم. پدر من همینجایم. ملکه من میمیرم. دخترم مرا ترک نکن. التماس. من غیر تو کسی دیگری ندارم. همیشه در براتون میشوم. سوها خوش آمدی. در انقره باد و هوا چخیل؟ باد و هوا ابرناک است سردار. همه در اندیشند. بالا بوده ها حیرانند. انتخابات همه را پریشان کرده است. از دستشان چیزی نمی آید. فرصت داشتند اما نتوانستند. راست میگوید سردار. همه چیز رو به گردنشان بار کردیم. به مثل سالهای 60. بعد آفیس سیاسی می آمد و دوامش معلوم. سردار، انقره بوده ها می هراسند که رقیبانشان در انتخابات غالب برآمده در سرقانون دیگرگونی ها وارد می کنند و می گویند که بعد حالمون تنگ می گردد. آن خرگوش های ترسانچک بگو که کله های همشون را از سر جدا بکنم. فراموش نکنند که در اینجا که نشست است. در آن مسئله هم نقشه ها دارم.
این برای ما اعتمادی بزرگ سردار. برای همه خیلی مهم است. میدانم اگر ما این دعوا را به قدر لازمی آب ندهیم این همه انجامی کارمان میگردد. آن طرفش درست است سردار. امروزها از دست پالیس سر من هم در بلا مانده است. نفر سخنرانیم را ثبت کرده است. با فکرم نجیب به سرم بلا می آرد. میدانم کنی سمکه را کشو. در سمکه تجهیزات گوشکنی هست. نجیب را به جای دعوت کن. سمکه را ده. باز یک صورتگیر هم میفرستم. سردار فکر میکنم که نجیب به این کارها نزدیکی هم نمی کند. تو گفته هایم را به جا آر. باقی کار من است. از پای کار شو. اطاعت سردار. با این طرف آن همین طور. اکنون با این طرف با سوی دیگر هجوم. الپرین آهسته خونه رو با سرمون چپا میکنی. الپرین یکی رو فریب داد. با دروازه‌بان یک با یک ضربه خوبه برای گل بود است. آزیروچان بیاید گل رو به تو نشون میدهد. اینجا خودش چی گپ؟ الپرین تو چی کار کردی؟ تماشابینان محترم داور کارت سرخ رو نشون میدهد. آخر من خواستم که کدی اینجا بیا. الپرین اینجا بیا. این خودش چی گپ؟ خانه رو به میدان بازی تبدیل داده اید؟ بله به میدان تبدیل دادیم. بچه چارچوبه آینه رو به زمین افتاند ما تماشابین شدیم. دادا ما رو خلاص کنه. بچه هم کمیتین شین. به این هم 5 درم ندارم. در مصرف حواله هم نکن. چخیل 5 درم نداریم؟ معاش این ماه رو ندادند؟ دادند لیکن نپرس. نیمش رو به خیری دادم. مبلغی درسی من چی میشود؟ به خیری؟ دادا من هم سیاحت کردن میخواهم. خیر شد. علاجش رو حتما میابیم. دیر کرده بودیم. زنک دسترخوان کشا که والله من هم گرسنه ماندم. خیلی. چی تیار کردید؟ لازانیا پختم. چی؟ از ملیکه طرزی تیار کردن را آموختم. من هم سنجیدم. یا خدا جان 100 بار توبه. با فکرم شوخی کرده ایستاده یا؟ هیچ گپ نیست نجیب. معقول نباشد در بیرون خور و تو باشد الهیده گپ دارم. اوه خدایا. بله آقای سوها. شکسته است. خوبم تشکر. مرحمت. و ضیافت؟ در کدام موضوع؟ مایلش فهمیدم. حالا می آیم. بله همونجا می شود. شکسته است. نجیب کی زنگ زد؟ آقای سوها مرا به خوراک شام دعوت کرد. والله روی راست کرامت نشان داد. تنها کرامتمان نمی رسید. خودت پول را به نجیب مده. دیگر کس دیاد. فهمیدم سردار. تا دیدن. سلام کلش. سلام علیکم. گابزن کلش. سردار من در خصوصی فرخ خبری دارم. وی پنهانی از شما عمل کرده ایستاده است. چه کار بوده است؟ با مقدار زیاد به گروه های تروریستی ماده های ترکنده می فروشد. 1 دقیقه کلش. تماشابینان محترم در جای قتل رئیس ناحیه گروه زیاد جمع شده ایستادند. در اینجا شمعها درگیرانیده و گلها نیز گذاشته شدند. همه یک جای سرود میخوانند. حالا در نزد ما ساکنی محل است. شما آید این جنایت چه فکر دارید بگویید؟ این جنایت ضربه است برای دموکراسی کشور. این جنایت از جانب خیانتکاران است که میخواهند کشور را ناآرام سازند. من مطمئنم نسبت دینداران نسبت دینداران نسبت دینداران نسبت دینداران نسبت دینداران
نگاه کن. معلوم نیست که در جنازه‌اند یا در مسابقه. این هم عادت نو شده است. نه حرمت مرده رو میدانند و نه زنده رو. مادام که آن شهید را دوست می‌داری یا دعا کن یا مثل آدم نظر کن، عبرت گیر. زنک، مقصد آنها دیگر است. هدف آنها نه جنازه است و نه عبرت. و نقشه های دیرینه مردم رو به ضابطه میکنند. مردم رو به شور میارند. نجیب، من چیزی رو نمیفهمم. مرد بیچاره یک طرف، کودک 6 ساله یک طرف علم میکند. آخر به گفته های این طایفه باور نکن. هیچ گم نه، تاقی میافتد و سری کلشون میتابد. خیلی خوب، این حال کار موافق نقشه. معلوم می شود که فاروق از چهارچوب برآمده ایستاده است. حتی بیخبر از شما کار میکند. کلش میدونی که به ما چی نمیرسد؟ احترام کلان، احترام دعوا در دست اونها چیزی نیست، اما مثل ما یکدیگر را نمیفروشند. بله سردار، فاروق من را هم فروخت. تو همون را فروختی؟ فاروق این عملش را جبران خواهد کرد. من خودم از به این کار میشوم. سردار، من آمدم که همین را به شما خبر دهم. با اجازت شما. اکنون مرا گوش کنید بچه ها. در لبی بر یک شب نیشینی برپا میکنیم. اکای کمال، با چی مناسبت؟ با مناسبتی چه گویم؟ تمام شوی کار فاروق گویم یا کار نو گرفتنمان گویم؟ نمیدونم چی بگویم. راه گرد جانم، با کجا نگاه داری؟ شب بخیر امک. شبت بخیر خانم خردکک. درو جانکم. داده اکنون به خونه میرویم ها؟ البته. و فکری تو پدرش هر شب افسانه میخواند؟ البته خواند خوب میبود. همین به اعتنایی ماست. ما را با همین افسانه ها میخواباندند، لیکن نفرهای خواب نمیکردگی هست. شهری زندگی میکردد را بین، گویا که مرده ها زنده، بیناها، ماشین ها، محله ها و جنازه ها همه در خواب مرگ. من هم میخواهم شامل این گروه باشم. حالا دیر شده است، زیرا تو بیدار شدی. لیکن استانبول بزرگ در خواب گران است. اگر نمیدانسته هر دویمان را دانند، هم از خوابشان میخیزند، همه در دبوغیج میشوند، برای پنهان شدن سوراخی میکوبند. خوب که از چیزی خبر ندارند. غیر از تو و غیر از من. زیرا در پف اسرافیل تولد شدیم، آواز را تنها ما شنیدیم. پس ما کیم؟ ما دو دوستدار کشوری عزیزمان. ما مجنون این خاک زمینیم.
هر قطره خونمون، هر نفسی کشیده‌مون و هر قدمی مانده‌مون تنها برای همین وطن است. چی باید کرد؟ اگر شماره ستاره های آسمان رو حساب کرده توانی هم دام های در این کشور گذاشته شده را حساب کرده نمیتوانی. هر امکانیت را استفاده میبرم. از آنهایی که خود را صاحب مملکت میدانند حساب و کتاب طلب میکنم. مرا میفهمی؟ از آنهایی که ما را با چشم پست میبینند. بگو کله کسی را که خواهی بریده نزدت میارم. تو تنها نشانه‌اش را بگو. کله گرفتن این کار من است. آیا نشانه همان رزیلی را که کودک 6 ساله را به قتل رساند دست یافته میتوانی؟ حالا مرا نشناخته ای. نه تنها خودیان به حیا بلکه معلم ابتداییش را میابم. 10 دقیقه وقت میگیرد. آقا اینجا رو ببین. اینجا مکان دارایان است. خوش آمدی نجیب. خوش باشد آقای سوها. دوستم جیهون بیگانه نیست. خوش دیدیم. خیلی شادم. مرحمت شنید. آقای سوها برای چی ما رو به اینجا دعوت کردید؟ گفتم که کمی از درد یکدیگر حرف زنیم. خیلی شد که یک جانه نشسته ایم. مرحمت شما رو گوش میکنم. نجیب تو را دیر باز میشناسم. هر گمان به این وطن خدمت میکنیم. نقشه های تو را در قلبم نگاه میدارم. لیکن این کشور را نه تو و نه من نجات داده نمیتوانیم. آقای سوها آغاز صحبت معقولم نشد. اگر این خیلی ناامیدانه سخن سر شود عاقبتش به چی می انجامد؟ سخن را به دیگر سو نبر. تو به کارت صادقی. لیکن فردا یا پس فردا این سیاستمداران تو را در نیمه را ترک میکنند. من تابع سیاستمدار نیستم بلکه تابع سرقانونم. راه حق را که یافتم تنها به همون طرف میل میکنم. دان که خاطر را یک طرف من همچون کارمندی مسئول حکومت به تو میگویم با آدم هایی که سر و کارداری خیلی خطرناکند به خانوادت شاید زیانی رسد. آقای سوها گفتنی هستید که کلات را جنبان و معاشت را گیر. این رفتار ضدی ماست. آدمی که شما روی راست حرف زدید من هم روی راست حرف میزنم. اگر دانم که حاضر در همین جا به قتل میرسانند و یا روزهای دراز زیر اشکنجه قرار میگیرم و یا خود سرم را بریده فوتبال میکنم از عقیده‌ام بر نمیگردم. من فکر کردم که لقمه کلانتری میخواهی. چه خیلی لقمه؟ و مثل فرخ میخواهی؟ تو از بیمار میپرسی که آیا دوا میخواهی؟ و گروه تروریستان اسلحه زیادی میخواهد فروشد و همین نزدیکی. در کجا؟ میگویم اما شرط دارم. او را این مراتب نمیکشی زیرا او در شب تاریک ما را به مکان اصل سیاهکاران مردار میبرد. همون مکان که ویران شد فرخ از توست. نشانی را به من ده. تنها برای حل این مسئله
گفته های مرا خوب فکر کرده بین. دستشوی رفته می آیم. نباشد من هم میخیزم. آقای نجیب مرحمت شنید. من هم گفتنی دارم. حرف شما درست است. اما در انقره بعض شخصان والا مقام از پی شمایند. شخصان والا مقام؟ ببینیم تو سخن رو به کجا میبری؟ آنها سخاوت پیشند. از یاری به شما بر اینها خوششان می آید. لطفاً کشایید. مرحمت کشایید. اکسید نجات کجا باشد؟ با او چی کار داری؟ کار دارم، دیدن میخواهم. آن غرقیبت همونه که نزد دختران نشسته است. بله. خوب. من برای شما هیچ چیز را دریغ نمیدارم. و سلامتی شما. خودت چی ناسام میکنی؟ من خیری. آیسته شیر بچه، اینجا چی کار میکنی؟ چی میخوایی؟ آشنا با من شناسام در کار. چیکل سرخ کبود سبز کدام رنگش؟ کبودش رو هم میکنید؟ عالی بهترین، خیلی خوب. چیکل کبود باشد؟ کبودی سر رنگ یا کم رنگ؟ چیکل؟ تو دیمونه مگر زر اینجا شین. مالش پول داری؟ دارم آشنا، بسیار دارم. خدا کی داد نمیپرسد که بچه ای کی میشوی. دخترها وقتش رو خوش کنید. سلام. عشق خدمت. اما ویسکی بیار. تنها ویسکی بیار. تو هستگی میز پول رو با من ده. بعد 2 ساعت تیار میکنم. تو چی مرا سودا فکر کردی؟ اول شناسنامه بعد پول. تو رو ناز میشناسم. نباشد تا سحر. تا سحر؟ تا سحر. خیلی خوب. اینها چیستن؟ اینها؟ دلار؟ اگر اینها دلار باشن پس عصبهای من ویران شد. چی معنا دارد؟ برای تشکیلات هدیه است. اگر خواهید همش از آن شما می شود. نگاه کن بچه بینی من نگاه کن. در پیشانی من نوشته شده است که من سوداگرم. احمق نگاه کن گفتم. نوشته شده است. و همان بی حیایی که تو را به اینجا روان کرده است بگو که پولهایش را چنان میخورانم که راحت میکند. نجیب بخیر است؟ چی گپ شد؟ فکر کردم که برای کار دعوت کردید. اینجا با تو معقول شد؟ آشنا چی ها میگویی؟ اینجا با من خیلی معقول. کجا میروی؟ یک تلفن میکنم و خلاص تو استراحت کن. دیر نکن زود بیا. بایلش. حساب رو همون احمق پرداخت میکنم. خیر. نجیب چی شد نجیب؟ از رفیقتان پرسید و میگوید من از چیزی خبر ندارم.
یگان نافهمی شد. آقای سوها این کارها رو یک طرف مانید. شما که رفتید رفیقت یک سوم کپور رو پیش من گذاشت. او به تو پاره دادنی شد نخود. مطمئنم. من میدانم چی گویم لیکن از ما کلان هستید. احترامتان دارم. از نگرفتن پول پشیمان خواهد شد. چیکار کردی؟ رسم گرفته توانستی؟ البته گرفتم آقا، چنان که فرمودید. ما کارمان را کردیم. باقی کاری نه انگشته. این اکسید کجا شد؟ مرحمت حسابی شما. من حسابی کن نگفتم. اکه اکسید گفت که شما پرداخت میکنید و دیگر نمی آید. آدم یعنی حساب رو با ما گذاشت. واه این چیست؟ 400 با این پول مغازه یا طرفخانه نو شدن ممکن. میفهمی برادر؟ پول رو ده وگرنه خودت میدانی. چی گپ شده است؟ نه اکا جان هیچ گپ نیست. حاضر پولم نیست. پول هایم نیست. نزنید بس کنید برادر. من دیگر تو را در اینجا نبینم. اگر بینم پایت را زده میشکنم. اکسید ناکس. هم از پول محروم شدم هم لگد خوردم. نصیبت نکند. کنی دفع شو از اینجا. شده که فهمیدم. بس از دخترم. خورید پدر خورید، یک روی نکنید. داروهایتون رو هم استعمال کنید. شنید که دکتر چی گفت؟ شکر که تو هم اینجایی دخترم. اگر نمی بودی من چی کار میکردم؟ اگر در اونجا غوغا نمی برداشتید حالا به این حال نمی افتیدید. گفته هایتون به یادم میآید عصبم ویران می شود. ملکه دخترک من دیگر با آن آدم وا نخور. و مناسب تو نیست مرا غم مده. به این هم یک پایم در لبی گرو. التماسید خیلی نگویید. پدرت را اگر دوست داری این کار را به خاطر من نکن. اگر مرا با دست خودت کشتنی نباشی پس به اون نزدیک نشو. اوف پدر التماس به من وعده ده. بعد مردن من هر چی خواهی بکن وعده ده. وعده میدهی؟ مایلش وعده میدیم. فرخ کجاست؟ حالا هم نامده است. چه خیل کسی نیست. عجلتان در همین جاست. دیگر چی میخواهید؟ قاتلانی کودکی بیگناه. چی باشد اینجا؟ دشمنانی وطن و ملت. عجلتان رسید. چی گفت خودش؟
سلاحات را پرتاب. بیایید پدر، داروهایتان رو استعمال کرده کمی استراحت کنید. دخترم بخیر از کیست در این به وقتی؟ در این نصف شب چی میخواهد؟ خدایا پدر، بس بودگیست، خواطر نشوید، یگید نیست. مالکا پدرت خوب است؟ خوب استراحت دارند. از یگید که اون خبر هست؟ از من خفه شدگیست، پیش پایش رفتم همه رو نمیبخشد. بله غمگین بود مالکا جون، لیکن او از تو خفه نیست، از پدرت خفه است. نپرس رانو، پدرم مرا نمیگذارد. یکی رو یافته با او صحبت کردنم لازم، اما او اجازت نمیدهد که از نظرش دور شوم. دکتر هم تاکید کرد او رو خفه نکنم. تو در این باره بسیار فکر نکن، حتما راهی میابیم. مایلش اگر یگیت رو دیدی بگو که منم خیلی غمگینم. خوب جانکم. مایلش به شما شبی خوش. شبی خوش. باز احوالم بد شد. خدایا پدر، حالا هم داروهاتون رو نخوردید؟ وای این را کی کرده است؟ اکا یاریده مرا از اینجا فرار. اکا التماس میکنم مرا از اینجا فرار. یاریده معلوم می شود که نفری پیش از ما زیارت کرده است. اکا مرا فراره داخل، من دیگر طاقت نمیکنم. اکا یاریده اکا التماس میکنم مرا از اینجا فراره داخل. اکا مرا فراره. اکا آخر مرا فراره. اکا یاریده آخر با یک دیوانه بوده است، ما هیچ کار کردن نتوانستیم. اکا آخر میگویم که وای تماما ما هیچ کار کردن. چی گپ است؟ اینسی یا جنسی؟ تو که هستی؟ برا به میدان. تیری نقرگین تو هستی؟ برا رو برویم. مردترین مقابلم برا. چه شد؟ در ازارت تر کردی؟ سلاحات را پرتا. شین بزانا. شین. تو کیستی؟ کی بودنم مهم نیست. برای کشتن دو پلیس تو را به قتل میرسانم. برای کشتار بیگناهان تو را با دست خودم میکشم. کمی ایست. مصلحت میکنیم. گپ میزنیم. تو را راضی میکنم. من با مرده ها گپ نمیزنم. میدونم که خیلی زیاد میخواهی که او را کشی. اگر او را کشی پس مناسبت ما کنده میشود. خوب فکر کن. باز روبرو میشویم، اما این دفعه برای شهیدان خونبها خواهی داد. تماشابینان محترم، حالا از جای قتل رئیس ناحیه و کودکش پخش زنده داریم. بعد لحظه مراسم جنازه شروع می شود و از سحر تا حالا مردم جمع شده ایستادند. از روی شنیدمان وزیر هم اشتراک می کند. تو بنوار گرفتن گیر.
ҳамааш хуб аст. мувофиқи нақша идома дорад. ин девона инҷо чӣ кор мекунад? ту девонаи чӣ кор мекунӣ инҷо? ҳамаро барбод медиҳӣ. дар ҳама ҷо хун буд, дар ҳама ҷо хун буд. куштамашон, ҳардуашонро куштам. ту мастӣ. аз даҳонат бӯи бад меояд. кӯдакро ҳам куштам. дар замин хоб буд. рустам, хуб кардам, кори хубе анҷом додам. рустам, чиҳо мегӯӣ бача? кани пештаро, пештаро, пештаро мегӯям. пештаро. сарде маро. хомӯш. сарде. куҷо мебарӣ? сарде. пештаро мегӯям. пештаро мегӯям. такси, 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 исто. кани шин мегӯям. шин аҳмақ. шин мегӯям. сарде маро. шин. намехоҳам. гӯш кун. ӯро гирифта аз инҷо бар. ба куҷое ки мехоҳӣ бар. چه گپ است؟ تو از کجا پیدا شدی کلش؟ فراموش کردی از بیمارخانه برآمدم. معلوم شد که در نبودن من آرام ننشسته ای. دستهایم بستند؟ آدمهایم؟ نه آدمهایت ماند و نه تروریستان. همشان رو مثل خوشه انگور آویختند. دیدیم که آنها نشدن، تو را زنده ماندیم. کجا می رویم؟ کاری کرده را پدری دوستارت نوانگوشته شنیده است و خشمگین گشته است. خیریت که در سرت نپرانده. برای همین یک ضیافت قرض داری. ضیافت گفتی؟ ضیافتی کلان. сардорам, то ин ду нафар ҳозир шуданд ки онҳо мурда буданд. аниқ аст ки гурӯҳи террористонанд. боз ин тирро ёфтем. тири нухрагин боз корашо кард. ӯ амал мекунад. мурдорҳоро бошад, мо тоза мекунем. оям хеле сардорам. аллоҳ соя дасти ӯ худаш як оташи тайёр аст. тири нухрагин кор мекунад. ба худо сардорам, росташро гӯям, чунин ватандӯстон бошанд, пас ман ба роҳат хоб меравам. худаш танҳо кори як артишро мекунад. ӯ оғоеги, дар ин масъала сабр кун. ман бовар намекунам ки ин одам танҳо бошад. дар ин кор нафаре бо ҳамроҳӣ мекунад ва рӯзе ошкор мешавад. сардорам, ба ростии шумо нависанда шавед ҳам мешавад. албатта ки нафаре роҳаш нишон медиҳад ва нақша мекашад. мумкин истифодааш бурда истодааст ё ин ки таърифаш мекунад. шеру паланги мо ҳастӣ, мо аз ақиби туем гуфта, баъд ба дасташ силоҳ дода фармонаш медиҳад. давомаш? сардорам, шумо филмнома навиштед. полисиро бас кунеду таҳиягар шавед. номи филмро ба шумо гӯям. фаррош, наққош. не фаррош чӣ хел? хуб аст? ту масхара кардангир. соҳиби ин тири нуқрагинро рӯзе дар ахлотуда меёбем ки дар сараш тир хӯрдааст. магӯ ки нагуфтӣ. мекуштагиро ҳоло модараш назоида аст. суханамро фаромӯш кардам. парво накун, як рӯз не як рӯз ӯро нест мекунанд. намегузоранд ки зиндагӣ кунад.
زود باشید آقای وزیر می آید و سخنرانی در نکنید. برو از ماشین. سردارم بینید کی را یافتم. کیستین؟ در کجای دیدمش؟ اکسیدی قلاب. تو حالا هم زنده ای مگه؟ سردارم اکسیدی نجات است. شناسنامه های خلبکی تیار میکرد. یعنی تا همین روز. سردارم میدونستم که خیری نزد او میآید. با خدا من هیچ کاری نکردم سردار. دیروز خیری شما آمد. از من شناسنامه خواست. بعد این کس یک بار پیدا شد. نفهمیدم از کجا آمد. خیری دیگر خیری ما نیست. اول که این رو باید دانی. مرحمت سردارم. این چیست؟ خیری پولهای ما رو به او داده است. خدای بزرگی من. پول حلال به کجای که رود با صاحبش رو مییابد و میآید. سردارم خداوند خری گم شده بنده دوست داشتنش را البته با دست دیگران برمیگرداند. آقای گید در سخنی که نام الله ذکر می شود آن کلمه ها را با دقت باید خواند. رعایت آداب می باید. بیایید میبریم بچه ها شما او را با ماشین من به شعبه برید. با دقت باشید. از کرده پشیمانم سردارم. ببخشید. میدانی که من عادت بخشیدن ندارم. رحم کردن صفت عاجزان است. لیکن تو را دوست میدارم. به جای فرزندم هستی. هر جزایی که باشد راضی هستم. بله جزا باید داد وگرنه مناسبت جدی گم می شود و انسان کارهای کردش را درست می حسابد. فرخ تو آدمی پرطاقتی. کنی کتفت را کشا. آماده ایستادند. خوش آمدید سردار. وزیر نمی آید. در راهم حاضر می آید. بچه ها با دقت باشید. بچه ها آقای وزیر می آید. همه در جای هایش با دقت باشید. برحمت شما دیگه باشید. از این طرف. محترم وزیر آید حادثه یکون چیز گفتن میخواهید. به همتان معلوم در دمان وزنین است. اجازه دهید. خواهش میکنم. اجازه دهید. خواهش میکنم راه دهید. خواهش میکنم. به یک طرف. آزو خانم خدا رحمت. تشکر جناب. انشاءالله جایش جنت میگردد. الهی آمین. خدا رحمتش کند. به شما صبری جمیل می‌خواهم. رحمت انسانی خوب، شخصی پاکیزه و با ناموس. درد فراق شوهر و پسرم خیلی مشکل است. همین که قاتل را یافتم دردتان خیلی ثابت میشه. بیابان هم چی کنید؟ آنها برمیگردن مادر. شما بر این دینداران او را کشت. آنها باشد. بیا آدمی نکنید. آنها باشد. خواهش میکنم بیایید بروید. آرام باشید به این سزا دادن سب شوید. کن همش رو سب کن. التماس بچه ها آرام شوید. آرام شوید بچه ها التماس. کسی را به محکمه نمیبرید و کسی جزا
میدیم التماس آوازهای اعتراضگران بلندتر شد و طرفی وزیر چوخ پرداختند. ممکن است که واقعی تعریف جشن را سرایی هست. همین قدر بس است؟ شما میدونه سردار. خب با این سخنت فکر میکنم که با عقل شدی. این مخصوص برای توست. یک امکانی دیگر میدیم. در این کار به تو و تو بر اینها احتیاج دارم. حتی در این روزهایی که دشمنها روز تا روز قوی شده ایستادند. دیگر نمیخواهم که به اجازت من با کار دست زنید. فهمیدم سردار. حاضر میتوانی روی. سردارم خلقو کلانتر میشود. من کمک طلب میکنم. ای مرد با من گوش ده. شما چیکار کردنی هستید؟ گناه نیست مگر؟ در پیش بینای حکومتیم. زودتر به اینجا کمک رمان کنید. گوش کن، اینجا زنی ماتم زده ای است. وزیری است که برادرش رو گم کرده است. سرپه مرایت خواسته چی سمت کنید. بچه ها ببینید پلیس میخواد مرا خاموش داراند. خاموش نمیشویم. برای شهیدان الان گویگ را دهید. بچه ها مرا گوش کنید. در اینجا کسی رو به صوبه امنیت نمیبریم. کفالت میدیم. در اینجا همه دست دارد. میخواهم که نسبتی در دارون با احترام باشید. حالا وقتی اعتراض نیست. اینجا جای اعتراض نیست. دولت را به دست گرفتید. دست شوید از اینجا. آرام شو. نسبت امنیت، نسبت دینداران، نسبت دینداران، نسبت التماس خاموش ایستید. امنیت، نسبت امنیت، نسبت امنیت، نسبت دینداران، نسبت التماس با من گوش کنید. امنیت، نسبت امنیت. دردی کی از من زیادتر است؟ هم شوهر و هم کودک 6 ساله‌ام را از دست دادم. التماس مرا فهمید. آقای وزیر دوستی نزدیک شوهرم برای تعزیه اینجا آمده است. یا خاموش ایستید و یا اعتراضتان را در دیگر جای کنید. آرام شوید. آرام شوید. بچه ها میرویم. بچه ها روید زودتر پناه شوید. روید از اینجا. روید. خواهش میکنم از شما. روید. بچه ها روید از اینجا. شما هم روید از اینجا. روید از اینجا. روید تیزتر. زودتر. روید بچه ها زودتر. خبر میدهیم حادثه عجیبی روی داد. سخنرانی جناب وزیر و آرزو خانم به اعتراضگران تأثیری کلان رسانیده آنها را پراکنده کرد. حالا باشد اعتراضگران آهسته آهسته به هر طرف پخش شده ایستادند. آقای فروخ آمد در داخل است. وضعیتش چخیل است؟ خوب نیست. تبابت دارند. به شما دارو میدهم. دردتان سبک میشود. کی گفت که درد را سبک کنید؟ دارو نکنید. بالایش نمک پاشید. نمک پاشید تا جانم درد کند که دشمنم از یاد نرود. آقای فروخ خوب هستید؟ حالم را دیده ایستاده ای. در پیش مردم سرخم کردند و من نگاه کرده خندیدند.
کارمندان امنیت از من چون از عزراییل میترسیدند. حالا هم میترسند آقای فرخ، حالا هم میترسند. خدای توبه، پدرم کجا شدند؟ پدرم رو ندیدید؟ پدرتان بیرون بر اومدند. این خیلی باشد نزدیکیت میروم. خوش مانید. تشکر. برای کمکتان تشکر. هیچ گپ نی محترم وزیر. با شما برای کار میخوام. وظیفه همان همین است. آقای نجیب با شما تشکر. سلامت باشید. مرحمت محترم وزیر گذارید. به خدا سردارم عجایب گفتید، خیلی عالی بود. شما چونان گپ زدید که از چشمم اشک ریخت. چی شد؟ چی به خاطر آمد که جان گپ را تعریف و توصیف در اومدی؟ نه سردارم، مقصدی نبود. تلفن زنگ زده ایستاده است، بردار. ببخشید سردارم، من باید رفته فاتح را گیرم با اجازت شما. میلش در شعبه با میخوریم. اطاعت سردارم. خوش ما هم با شعبه میرویم. اگر همون پلیسا نمی آمدند کار تمام میشد و همه جا ویران میگشت. چه اینقدر احمق خبری میخندی؟ لا بیاپا این رفیقت کار را حل کرده نتوانست. در بالا ما را شرمنده کرد. به زمین آشکار شد. پس چی کار کنیم؟ او به ما در کار نیست. دیگر به کارمون نفت نمی آورد. چرا توقفگاه را باید دهیم؟ کجا روانش کنم؟ هرچی دورتر روان کن. کجا که روان کنی گردن گیر. پروا نکن اپا. من خودم خیلی خوب میدانم که کجا روانش کنم. تو با کی گپ زدی؟ هیچ کس. غلط کرده است. میدونی که من به این تشکیلات چه خیلی وارد شدم. جوان بودم، نادان بودم. اطرافیانم همه صاحب خانه های با حشمت بودند. من بیچاره و زار بودم. آن روزها گذشته رفتند. با طرز خودم با کارهای میده چویده سر و کار داشتم. این کارها را همین خیل میکنند. اول تو را میسنجند، میپایند، بعد شناس شدن میخواهند. اکثر وقت با دختر زیبایی به دامشان میگیرند. نقطه ضعفت را مییابند. به تو عاشق میشوند، تو به او عاشق میشوی. انا همین خیل آغاز میشود. اپا این چیز پولی میدان نداشتید مگر؟ ندارم. دختر نازپروری آقای کبوتر مگر با پول میده میگردد؟ آخر او یکی از ثروتمندان کلان سلامت باشید. خدا نگاه کند. چرا به زنگهایم جواب نمیدی؟ ما در سطح شما نیستیم. باز پدرت جنگ نکند. خدا نگاه دارد. باز سکته دل نشود. آخر پدرم میشود. تو به جای من میبودی چی کار میکردی؟ همراهش نمیرفتی مگر؟ گوش کن، برای رفتنت چیزی نمیگویم. آمدنت مرا عصبی میکند. چرا آمدی؟ من از نام پدرم عذر پرسی آمدم. زحمت کشیدی. یگان جای عذر پرسی نیست. او حق بود. تو گربه خانگی، ما باشیم سگی دیدو. التماس این خیلی نگویید. هم به خودت و هم به من جبر نکن. در اصل با این آهنگ گپ زدن خاصی من نیست. ببخش مرا. با یگان جا نمی روی. با تو گپ دارم.
تو گپ داری، اما باور کن که من امکان گوش کردن تو را ندارم. در بیرون آدم خیلی زیاد است. شما دارا هستید. با یک پلیس دیهاتی سازگار نمی آید. یگید ایست. التماس یک ثانیه مرا گوش کن. وقت تمام شد. تو را دوست می دارم یگید. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. дар ҳаётам як маротиба як зан маро дӯстат медорам гуфта буд ва ҳамон роҳам маҷбур шудам пас аз 1 сол кушам. чаро? кабутар, ин ҳама ишқбозӣ дурӯғ будааст. ҳар вақте ки ба хонаи холааш мерафтем гузориш навишта пешниҳод мекардааст. ин суханҳоро қаблан нашунида будам. баъд аз шиносоӣ суханро ба ҳар куҷо бурда оиди ватандӯстӣ ҳарф мезад. маро бо шахсони аҷоиб шинос мекард. дидам ки дар ин кор пул ҳаст, қувва ҳаст, зан ҳаст. ҷиноят аст. як бор ки куштӣ кор осон мешавад. дигар баргашт надорад. беҳис мегардӣ. зан, кӯдак, пир, ҷавон чизе арзиш надорад. баъд туро зери по карда мефишоранд. ана ҳамин аст қиссаи ман. дигар акнун аз кор гап мезанем. илтимос ба чашмони ман нигар. ман дар нигоҳи аввал ба ту ошиқ шудам, магар ту инро нафаҳмидӣ. ҳозир гӯё дилам аз ҷояш берун меҷаҳад. илтимос ба ман бовар кун. агар бовар кунам чӣ иваз мешавад? мо дар як кӯчаи сарбастаем. наход маро бо дасти худ ба фаррухи гург диҳӣ. хомӯш наист. яги гап зан. ба ман бовар кун. охир дӯстат медорам. ақаллан ба ман фурсат бидеҳ. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کاملجان سفر. به نقش‌ها آواز دادن فیروز پیمان، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمد موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.